سلام، در برنامه خبری امروز دوشنبه 1 اکتبر من طاهری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط چند خبر. وکیلان مردمی تاجیکستان بعد بازگشت از تعطیل 3 ماهه سرنوشتی راغون و منبع‌های اضافی برای مبلغ گذاری آن را بررسی کردند. مبلغی از فروش ثروت‌های فوند دولتی، متال‌های قیمت‌بها و سنگ‌های قیمت‌بهای جمهوری تاجیکستان به دست آمده حتما باید در قسمی درآمد بودجه دولتی به حساب گرفته شود. پدری 7 فرزند و افسری سابق میلیسا در ولایت ختلان خودکشی کرد. مقامات میگویند تلاش دارند سبب‌های خود را به دار آویختن افسر را معلوم کنند. موزون غفارزاده نابینا برای دانشجو شدن تا به دادستانی رفت. حالا از آموزگاران و همسبقانش سپاسگزار است که او را تنها نمیگذارند. همکورس‌ها بهترین هستند و من همه وقت کمک خود را میرسانند، چی در درس ها باشد چی بیرون از اینجا. شروع میکنیم از خبری که همین لحظه به دست ما رسید. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور یک فرمان شادیخان جمشید رئیس ولایت بدخشان را از مقامش آزاد کرده است. در فرمان رئیس جمهور از روز 1 اکتبر آمده است که شادیخان جمشید را به سبب به کار دیگر گذاشتن از مقامش آزاد کرد. امامعلی رحمان با یک فرمان دیگر یادگار فیضف را رئیس ولایت تعیین کرده است که او تاکنون در اداره‌های گوناگون بنیاد آقاخان کار میکرد. فرمان سبکدوش کردن شادیخان جمشید 2 هفته بعد از آن صادر شد که امامعلی رحمان ضمن سفر به ولایت مختار بدخشان کوهی مقامات ولایت را برای راه دادن به جنایتکاری و قانون شکنی در منطقه سخت تنقید کرد و به آنها 1 ماه مهلت داد لجام آنهایی را بکشند که قانون و قاعده در ولایت را نادیده میگیرند. شادیخان جمشید 5 سال باز رئیس ولایت بود. و در ناحیه لخش یکی از ناحیه‌های کوهستانی تاجیکستان 7 عضو یک خانواده را دفن کردند که شب 30 اکتبر در نتیجه صدمه نقلیاتی هلاک شدند. سبب‌های فاجعه که شب رخ داده است حالا معلوم نیست و مقامات می‌خواهند بعد پرسیدن راننده ماشین بارکش که در شفاخانه است عامل‌های صدمه را دقیق کنند. مولا رجب یوسفی این موضوع را پیگیری کرد. در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در ناحیه لخش یا جرگتال سابق 7 عضو یک عائله جان داده 5 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات میگویند حادثه شام 30 سپتامبر در دهه کوشه ناحیه لخش به وقوع پیوسته است. به گفته مقامات در این ساعت عائله شرپوفا با ماشین تمغه زیل از کارتوشکچینی برمیگشتند که ناگه ماشین به سوی فرو رفته است. در نقلیات تمغه زیل با شمول راننده 12 نفر بودند که 11 نفر آنها از عائله شرپوفا بودند، 7 تنشان جان دادند و 5 تن آنها با شمول راننده فعلا در بیمارخانه بستری هستند. هلاک شدگان از 4 تا 45 ساله می باشند. طبیبان وضع سلامتی 5 زخمی شده را وزنین ارزیابی میکنند و میگویند آنها فعلا در شعبه احیاگری بستری می باشند. فرضیه پیشکی سرزدن حادثه این است که راننده سنت الله یوسفوف نتوانسته است از عهده اداره واسطه نقلیات برآید، اما مقامات میگویند سبب‌های دقیق سرزدن این حادثه را میآموزند. بعد از 3 ماه تعطیل وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 1 اکتبر به کار شروع کردند. در جلسه تیرماهی از جمله سرنوشت نیروگاه راغون بررسی شد که باید تا کمتر از 1.5 ماه دیگر به تولید برق شروع کند. پس از 3 ماه تعطیل وکیلان پارلمان تاجیکستان به اجلاسی برگشتند و امروز یعنی 1 اکتبر اجلاسی نوبتی خود را برگزار نموده. از جمله 7 مسئله را در اینجا هم تغییر علاوه به قانون ها و هم به سازشنامه هایی که بین کشورهای آسیا میانه و شانگهای به امضا رسیده است بررسی نمودند. از جمله مسئله که در اینجا بررسی شد و مسئله اول دانسته میشد این تغییر علاوه ها به قانون درباره بودجه سال 2018 بود. یعنی سخن درباره آن میرفت که مبلغ هایی که حدودی 749 میلیون سامانه از حساب سنگ های یا متال های قیمت بها به دست آمده است برای کسر بودجه، یعنی کم کردن کسر بودجه و هم برای ساختمان راغون استفاده می شدند. مطابق طلبات ماده 22 قانون جمهوری تاجیکستان درباره متال های قیمت بها و سنگ های قیمت بها مبلغی از فروش ثروت های فوند دولتی، متال های قیمت بها و سنگ های قیمت بهای جمهوری تاجیکستان به دست آمده حتما باید در قسمی درآمد بودجه دولتی به حساب گرفته شود.
و دوم مسئله که در اینجا بررسی شد و خیلی هم مهم به نظر می رسد این آید به پروتکل درباره وارد نمودن تغییرات به سازشنامه بین دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای آید به ساختار منطقوی ضد تروریستی که از 7 ایون سال 2002 به امضا رسیده بود بررسی شد. توسط امکانات‌های این ساختار جمهوری تاجیکستان منتظم موقع خود در مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم و تشکیلات‌های علاهیده به کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای و دیگر دولت‌ها می‌رسانند. ساختار منطقوی ضد تروریستی مقامات دوم عملکننده سازمان همکاری شانگهای بوده با هماهنگسازی فعالیت مقامات سالادار دولت‌های اعضای سازمان در مبارزه بر ضد سه بدی مساعدت می‌نماید. موافق پیشنهادهای حکومت تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچون یک حزب تروریستی دانسته میشد و برای پیشگیری از عملهای آن در کشورهای عضو سازمان شانگهای چاره‌ها و تدبیرها دیده می شود. و امروز در حاشیه جلسه رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان گفت هیچ گونه طرح عفو زندانیان وجود ندارد و سر و صداها آید به عفو احتمالی در کشور بیاساسند. اولی ماه در شبکه‌های اجتماعی و بعضی رسانه‌ها هم خبر دادند که در تاجیکستان ممکن است به زودی عفو عموم صورت بگیرد و از جمله زندانیان سیاسی آزاد شوند. و برمیگردیم به ناحیه وخش که در آنجا خانواده یک افسر سابق بازرسی دولتی اتومبیلی متهم دارند. ظفر سفرов پدپلکونیک میلیسا و پدر 7 فرزند به گفته مقامات خود را در شاخه چهارمغز حولی خود آویخته است. مقامات تحقیق دارند سبب‌های مرگ او را معلوم کنند، ولی اطلاعی را که تا حال ما به دست آوردیم همکارم آرزوی کریم تقدیم می‌کند. مقامات انتظامی در ناحیه وخش ولایت ختلان تصدیق کردند که ظفر سفرov پدپلکونیک میلیسا و کارمند اتفاق اتومبیلچیان ناحیه شهر توس خودکشی کرده است. مقامات انتظامی میگویند که این خودکشی روز 28 سپتامبر در دهه دوستی 3 جماعت رودکی ناحیه وخش رخ داده است که او را همسر و خواهرش از شاخ درخت چهارمغز از حولیشان پیدا کرده و به مقامات خبر دادند. از دادگاه طبی ولایت ختلان به رادیو آزادی نیز تصدیق کردند که در نتیجه تشخیص آنها نشان داده است که او خودکشی کرده است و مرگ مجبوری دیده نمی شود. ظفر سفرov در گذشته در بازرسی دولتی اتومبیلی ناحیه کوشانیان باختر سابق کار میکرده و اخیراً در اتفاق اتومبیلچیان ناحیه شهرتوس کار میکرده است که چند روز پیش خودکشی کرد و مقامات انتظامی در ناحیه وخش تحقیق میکنند که سبب خودکشی او چی است و چرا ظفر سفرov دست به جان خود زده خود را کشت. در عربستان سعودی بار اول یک دختر نابالغ اجازه گرفت بدون نقاب آوازخوانی کند، کاری که تا چند سال پیش تصورش مشکل بود. دادن حق آوازخوانی به یک دختر 18 ساله را یک تلاش عربستان سعودی می‌دانند که می‌خواهد تا سال 2030 جامعه محافظه‌کار و پوشیده کشور را دیگر کند. گزارش را در این باره همراه می‌بینیم. آوازخوان نابالغ از عربستان سعودی با این ترانه پرچم، شاه و برنامه‌های بلندپروازانه کشورش را وصف می‌کند. آوازخوانی وعد محمد یکی از تلاش‌های سعودی برای نشان دادن پیشرفت کشور است. من برای اون با زبان انگلیسی سراییدم تا به تمام جهان نشان بدهم که وطن من، جایی که من زندگی کرده و بزرگ شدم و تا آخر عمر خواهم ماند، کشوری پیشرفته است و به پیش حرکت می‌کند. با لباس سنتی در بر و آرایشی کامل وعد محمد 18 ساله در ویدیو ظاهر شد، چیزی که سعودی ها تا چند سال پیش انتظار نداشتند. او سال 2012 به صحنه قدم گذاشت و نقش وجده را در فیلم اولین زن کارگردان از عربستان سعودی حیفه منصور اجرا کرد. در این فیلم در سرگذشت دختر 10 ساله نقاب پوش در ریاض حقوق محدود زنان سعودی را نشان دادند. مادرش از پیشرفت دخترش خوشحال است.
تصمیم گرفتم به او شانس بدهم. چی بدی دارد؟ البته سعی کرد و شکر خدا موفق شد در فیلم وجده. در امارات متحده عربی جایزه بهترین هنرپیشه را صاحب شد. در سوئیسرا پیروز آمد. با عنوان بهترین هنرپیشه در واشنگتن پیشبری شد. از ابوظبی جایزه افتخاری گرفت. ما او را تا به رسیدن آرزوهایش کمک میکنیم. حالا وعد محمد میگوید از فراهم شدن امکانات نو برای زنان سعودی خوشبخت است و افتخار میکند. در عربستان سعودی تا سال پیش زنان حتی حق رانندگی نداشتند. تغییرات در این کشور محافظه‌کار عربی را حاصل تلاش‌های شاهزاده محمد بن سلمان می‌شمارند که می‌خواهد بزرگترین تولید کننده نفت در جهان را تغییر داده و جامعه آن را باز کند. و واقعا راه یافتن به صحنه کاری آسان نیست و تقدیر یک جوان نابینای تاجیک نیز بیانگری همین گفته است. موزون غفارزاده ساکن دوشنبه که به گفته خودش به سبب ناحقی رهبریت کنسرواتوار ملی تاجیکستان به این مؤسسه راه نیافت، حالا در همین مؤسسه تعلیم موسیقی دانشجو است. موزون غفورزاده را که سازهای موسیقی گوناگون را می‌نوازد و آوازخوانی هم می‌کند، حالا از کمک آموزگاران و همسبقانش هم سپاسگزار است. سرویناز روح الله و امرالدین علیم به سراغ موزون غفورزاده رفتند. موزون که مکتب موسیقی را با اختصاص نوازنده اکاردیون ختم کرده است، اکنون سرود خواندن را مشق می‌کند. می‌خواهد سراینده حرفه‌ای شود. تحصیل در کنسرواتوار ملی تاجیکستان به زندگی این جوان نابینا و یتیم تراوت دیگر بخشید. او هر صبح با لباس درسی و جزودان و اسباب‌های موسیقی به سوی تعلیمگاه راه پیش می‌گیرد. تلاش می‌کند از همسبقانش قفا نماند. در اینجا در یک روز برای ما 6 ساعت درس است و باز وقت‌های بیکاری خود را به علاوگی یعنی که مشق می‌کنیم به درس‌های علاوگی هستند. موزون در بخش آوازخوانی استرادا تحصیل می‌کند. برای داخل شدن به کنسرواتوریای ملی تلاش‌های زیادی کرده است. قصه دانشجو شدنش برای اکثریت آشناست. او را به علت نابینا بودن به دانشگاه قبول نکردند. موزون بحث را به دادستانی کشید. با یک کوشش‌های خیلی زیاد داخل شدیم. در اینجا حاضرش به یگان مشکلی نیست. همکورس‌ها بهترین هستند و من همه وقت کمک خود را میرسانند، چی در درس ها باشد چی بیرون از اینجا. الکی ما شناس شدیم. حالا موزون در برابر تحصیل به خاطر پیشبرد زندگی در توی و مراسم های مردم شرکت می کند. او اکثرا ترانه های آرام و نزدیک به سبک آوازخوان شرق احمد ظاهر را اجرا می کند. می خواهم که پس از ختم اینجا برای یاری دادن به دیگر هم تقدیرانمان شاگردی وفادار استادم شده، باز من هم باز استاد شوم. برنامه امروز به پایان رسید. خدا نگهبان شما.